اولین نوازنده زن در جهان که در رشته اجرای گیتار کلاسیک به درجه دکترا رسید یک ایرانی بود، خانم لیلی افشار، اهل تانکابان. در خانواده اهل موسیقی بزرگ شد. مادر بزرگشون تار میزد، پدرش به پیانو و ویولن آشنا بود. از 10 سالگی به ساز گیتار علاقمند شد و شروع به فراگیری کرد و یکی از مشوقای اصلی لیلی پدرشون بودن. اولین آموزگار گیتار ایشون داریوش افراسیابی بودن. لیلی افشار معروف به شخصیت مقاوم و پر از اعتماد به نفسشه. از همون کودکی در کلیسای آلمانی‌ها و کاخ جوانان کنسرت میداد. بعد از اون به آمریکا رفت. اون به هیچ عنوان نترسید و از همون ابتدا ثابت کرد که موسیقی نه به جنسیت ربط داره و نه به مرزها. توانایی‌هاش رو نه تنها در ایران بلکه در سطح جهانی ثابت کرد و با هنرمندای برجسته همکاری کرد. افشار دوره دکترا رو در دانشگاه ایالتی فلوریدا به پایان رسوند و شد اولین زن در جهان که تونست درجه دکترا در نوازندگی گیتار رو به دست بیاره. در سال 1989 به جایگاه استادی در دانشگاه منفیس رسید و به تدریس موسیقی به دانشجویان نوازندگی گیتار اونجا پرداخت و در سال 2000 برنده جایزه استاد برجسته دانشگاه منفیس شد. این فقط یه مثال خیلی کوچیک از قدرت اراده و پشتکاره که شاید خیلی حتی باورش نکنن. لیلی افشار نه تنها مرزهای فرهنگی رو شکست، بلکه نشون داد هیچ چیز نمیتونه جلوی کسی که به آرزوهاش باور داره رو بگیره.